سلام، چطورین؟ امروز میخوایم با همدیگه دسر موزی که توی تیک تاک خیلی ترند شده رو درست کنیم. چیزایی که لازم داریم: بیسکویت ساده از این بیسکویت های پتی بول، شیر، خامه، موزه. ولی من یه دونه دستور دیگه توی تیک تاک دیدم که به نظرم اون جذاب تر بود. توش پودینگ موزه هم داشتش که این خیلی هم با دردسر پیدا شد. چیزی که من میخوام درست کنم و مدلیه که پودینگ موزه هم داره. برای شروع کار یه لایه بیسکویت کف ظرفمون میچینیم و بعد یکم شیر بهش اضافه میکنیم تا بیسکویت نرم بشه. بعد از اون میریم سراغ درست کردن پودینگ. پودر پودینگ رو توی یه ظرف میریزیم، 2 تا لیوان شیر بهش اضافه میکنیم و بعد تمام تلاشمون رو میکنیم تا خوب همش بزنیم. خوب که هم زده شد میریم سراغ خامه و خامه رو هم به این ترکیب اضافه میکنیم و دوباره تلاش میکنیم که یه مایه تقریبا 1 دست داشته باشه. بقیه کار دیگه خیلی آسونه. یه لایه بیسکویت، یه لایه از مایمون و یه ردیف موز میچینیم و این کار رو انقدر تکرار میکنیم تا ظرفمون پر بشه. رویی ترین لایه باید از مایمون باشه و من پیشنهاد میکنم روش موز نذارین، چون که در مجاورت هوا اون موزه سیاه میشه و خیلی نمیتونه قشنگ باشه. بای بای تا چند ساعت دیگه. خب الان یه چند ساعتی از وقتی که این دستار گذاشتم توی یخچال میگذره. بریم بازش کنیم ببینیم چه شکلی شده. بوی اون پودینگه رو میده برام. خب شبیه یه کیکه. نهاش امتحانش کنیم ببینیم چه مزه‌ایه. خوشمزه است و فکر میکنم کار خوبی کردم با پودینگ درستش کردم، چون اگه قرار بود این همه خامه داشته باشه حتما کالریش خیلی بیشتر میشد. ارزش امتحان کردنم داره، خوشمزه است، خیلی هم شیرین نیستش.